سلام، با جلسه سوم آموزش ویمیکس در خدمت شما هستم. توی جلسه قبلی در مورد اینکه چطور اینپوت ها رو به ویمیکس وارد کنی آموزش دادم و اینکه چه چیدمانی رو میتونید داشته باشی و چطوری لایه ها رو به کمک اوورلی روی هم قرار بدید یا اینکه اونها رو به کمک کاتگوری ها دسته‌بندی کنید. توی این جلسه میخوام نحوه اجرای لایو رو توی پلتفرم لایو استریم ایران از طریق ویمیکس آموزش بدم. برای این کار به بخش اد اینپوت میریم و اینپوت خودمون رو اضافه میکنم. من در اینجا میخوام که ابتدا یک دوربین داشته باشم، بنابراین روی کامera کلیک میکنم و دوربین خودم رو وارد میکنم. خب توی اینجا میبینید که دوربین من قرار گرفته. توی بخش بعدی من میخوام که کنار تصویرم یک لوگوی کوچیک داشته باشم. مجدد به اد اینپوت میرم و این بار روی ایمیج کلیک میکنم و لوگوی خودم رو انتخاب میکنم. توی این تصویر میبینید که لوگوی من به صورت تمام صفحه هستش، بنابراین من روش دوبار کلیک میکنم تا صفحه ستینگ اون باز بشه. توی این صفحه شما میتونید که محل قرارگیری و سایز لوگو رو کوچیک کنید. ابتدا میرم به کمک این کادر صفحه خودم رو یک کادر بندی میکنم تا ببینم لوگو رو تو کجای صفحه قرار بدم. بعد به بخش پوزیشن میرم. توی این قسمت دقت داشته باشید که حتما اون رو ابتدا باید روی مین بذاریم. بعد به قسمت زون میریم و اون رو کوچیکش میکنیم. از طریق پن میتونید جابجا کنید و اون رو توی محلی که میخواین قرارش بدید و بعدش صفحه رو میبندم. توی قسمت بعدی من میخوام که یک زیرنویس داشته باشیم، بنابراین به بخش تایتل میریم و روی اون کلیک میکنیم. شما اینجا میتونید هر جور تایتلی رو که میخواین داشته باشید، تایتلی که اسم سخنرانتون توش باشه و موضوع سخنرانی، یا اینکه یک زیرنویس داشته باشین که زیر فیلمتون اجرا بشه. توی این قسمت من میخوام که یک زیرنویس داشته باشم، بنابراین میریم و تیکر رو انتخاب میکنیم و زیرنویس رو بنا به سلیقه خودمون انتخاب میکنیم. توی این قسمت متن زیرنویس ما قرار میگیره. من متن زیرنویس رو قرار میدم. از بخش ستینگش مشخص میکنم که سرعت زیرنویس من چقدر باشه. من میخوام که اون رو روی 3 قرار بدم. توی این قسمت مشخص میکنیم که نوشته ما از سمت چپ به راست بره یا از سمت راست به چپ بره، که من میخوام که از قسمت چپ به راست بره، بنابراین روی رایت کلیک میکنم و اون رو اوکی میکنم و بعد صفحه خودم رو میبندم. اگر من روی این صفحه کلیک کنم و دکمه پلی رو بزنم، زیرنویس من شروع به حرکت میکنه. اگر میخواین که زیرنویستون به صورت مداوم حرکت کنه، گزینه لوپ رو میتونید فعال کنید. توی بخش بعدی من میخوام که یک پاورپوینت داشته باشم، بنابراین اد اینپوت رو میزنم و از قسمت پاورپوینت خودم رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. خب پاورپوینت من هم اضافه شد. توی بخش بعدی من میخوام که صفحه دسکتاپم رو داشته باشم. به دسکتاپ میرم و توی بخش لوکال دسکتاپ اون رو انتخاب میکنم. به این ترتیب صفحه دسکتاپ من هم در اینجا قرار میگیره. توی بخش بعدی من میخوام که یک فیلم رو اضافه کنم. زمانی که میخوام آنتراک بدم توی لایو، اون فیلم رو به مخاطبین خودم نشون بدم. بنابراین اد اینپوت رو میزنم و تو بخش ویدیو فیلمی رو که میخوام رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. حالا من یک چیدمانی رو میخوام که توی اون هم دوربینم قرار بگیره و هم صفحه پاورپوینتم یا اینکه دسکتاپ من قرار بگیره. این بسته به سلیقه شما و نیاز شما هستش. بنابراین من میرم اد اینپوت رو میزنم. تو قسمت ویژوال ست استودیو یا صحنه رو که میخوام رو از این قسمت انتخاب میکنم. من چون میخوام که صفحه پاورپوینتم بزرگ باشه و دوربین من به صورت یک کادر کوچیک کنار تصویرم باشه، بنابراین گزینه بلنک رو انتخاب میکنم. گزینه بلنک تفاوتش با بلنک در این هستش که تعداد لایه های کمتری داره. من بلنک رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. توی بخشی که اضافه میشه به بخش ستاپ میرم.
توی بخش ستاپ تعداد لایه ها رو به من نشون میده. حالا من با بک‌گراندش کار ندارم و میذارم بک‌گراند همین صفحه بمونه. بخش لایه اول رو من میخوام که صفحه پاورپوینت هم قرار بگیره، بنابراین اون رو انتخاب میکنم. توی لایه دومم میخوام که دوربین رو بیارم. توی بخش اینپوت دوربینم رو انتخاب میکنم. خب به این ترتیب میبینیم که هم پاورپوینت هم دوربین قرار گرفته. حالا وقت اون هستش که دوربین رو تنظیم کنیم. روی اون 2 بار کلیک میکنیم، صفحه پوزیشن برای ما باز میشه. مجدد به این قسمت میریم. لایه اول ما بک‌گراند بود، لایه دوم ما پاورپوینت بود، لایه سوم ما دوربین هست. پس از این قسمت لایه سوم رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت محل قرارگیری و سایز اون رو مشخص میکنیم. مثلا من میخوام که توی این گوشه تصویر قرار بگیره دوربین من و بعد صفحه رو میبندم. به این ترتیب شما میبینید که پاورپوینت من اینجا هست و دوربین من هم توی این قسمت هستش که من میتونم توضیحات لازم رو روی پاورپوینت هم اعمال کنم یا از طریق مرج میتونم صفحات رو جابجا کنم. توی بخش بعدی ممکن هست که ما نخوایم از این تنظیم استفاده کنیم. میخوایم که دوربین رو داشته باشیم به همراه زیرنویس و لوگو. به بخش اوورلی ها میریم، مثلا میگیم که لوگو اوورلی اول باشه، زیرنویس اوورلی دوم باشه و به این ترتیب تنظیماتمون رو به این شکل اعمال کنیم. اینها همه تنظیمات لازم برای یک لایو ساده بودش. حالا به بخش استریم میریم تا تنظیمات لازم برای استریم رو اعمال کنیم. روی ستینگ رو میزنم تا صفحش باز بشه. توی صفحه‌ای که باز میشه شما URL و کلید رو وارد میکنید. برای وارد کردن این URL و کلید باید به صفحه پلتفرم لایو استریم ایران برم. صفحه لایو استریم رو باز میکنم، به بخش پخش زنده میرم، پخش زنده RTMP رو انتخاب میکنم. توی این قسمت حتما باید پخش زنده خودتون رو ایجاد کرده باشین. به عنوان مثال من کلاس زبان رو انتخاب میکنم، آدرس RTMP رو کپی میکنم و به بخش URL اضافه میکنم. بخش کلید اون رو هم، کلید پخش زنده رو کپی میکنم و مجدد به بخش کلید اون اضافه میکنم. اما قسمت مهم هر لایوی بخش بیت ریت اون هستش. توی فیلم قبلی هم بهتون گفتم کوالیتی رو بهتر هستش که روی 720.1.5 قرار بدیم و به بخش ستینگ میریم. توی این قسمت بیت ریت رو با توجه به میزان آپلودتون باید تعیین کنید که بهتر هستش که زیر 1000 قرار بگیره، حالا 700 800 بسته به میزان آپلود شما، که من اینجا با توجه به سرعت آپلودم اون رو روی 500 قرار میدم و اون رو سیوش میکنم. حالا چون دارم توی یک پلتفرم لایو خودم رو اجرا میکنم، بس استارت 1 رو میزنم. بعد از زدن استارت به پلتفرمم برمیگردم، وارد پلتفرم لایو استریم ایران میشم و فعال کردن پخش زنده رو میزنم. توی این بخش میبینید که صفحه لایو من اومده. اگر روی گزینه پلی بزنم میبینید که لایو من در حال اجرا هستش و ویمیکس داره اون رو اجرا میکنه. توی بخش کناری هم صفحه چت شما با مخاطبینتون قرار گرفته. حالا من مجدد به ویمیکس خودم برمیگردم تا چیدمان‌های مختلف رو امتحان کنیم. این صفحه ویمیکس من. توی بخش اصلی میبینید که شما دوربینتون رو دارین به همراه لوگو و زیرنویستون. حالا به عنوان مثال شما میخواین که پاورپوینتتون رو به همراه دوربین اضافه کنه. اگر میخواین میتونید اون رو از بخش چیدمان هاتون به سرعت به بخش اصلی منتقل کنید و اصلا نیازی نباشه که به بخش پریویو شما بره. این کار رو میتونید از طریق کویک پلی انجام بدید. یعنی من وقتی کویک پلی رو بزنم
این بخش به سرعت به صفحه اصلی شما منتقل میشه و اون دوربین که تو بخش اصلی بود به بخش پریویو منتقل میشه. حالا ممکنه که شما بخواین که توی این قسمت لوگوتون رو حذف کنید، چون اینجا شما یه لوگو دارید و دیگه نیازی به لوگوی دوباره نیستش. عدد 1 رو که اوورلی قرار داده بودیم خاموش میکنیم. همینطور میتونین که زیرنویس رو هم شما بردارین. اینجا عدد 2 رو خاموش میکنیم. یا ممکن هست شما بگین که من میخوام که صفحه دسکتاپم رو میخوام که بعد مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه به صفحه اصلی منتقل کنم. روی اون کلیک میکنی که به بخش پریویو بره، بعد به کمک ترانزیشن هایی که اینجا قرار گرفته به بخش اصلی میتونید منتقلش کنید. به این ترتیب صفحه دسکتاپ شما به صفحه اصلی که به مخاطبین شما نمایش داده میشه منتقل میشه. حالا ممکنه شما بخواین که یک میکروفون داشته باشه، یعنی از میکروفون دوربینتون نخواین استفاده کنه. به بخش اد اینپوت ها میرین و اودیو اینپوت رو انتخاب میکنید. توی بخش دیوایس شما میکروفون رو انتخاب میکنید و اوکی میکنه. توی این قسمت میبینید که میکروفون شما اضافه شده. توی بخش دوربین شما آودیو اگر فعال باشه اون رو غیر فعالش بکنید برای اینکه 2 تا صدا همزمان ضبط میشه و هم صدای میکروفون هم صدای دوربین. بهتر هستش که صدای دوربین رو غیر فعالش کنید و صدای میکروفونتون استفاده کنید. حالا زمانی رسیده که شما میخواین بین لایوتون یه آنتراکی داشته باشین. این آنتراک رو میتونید مثلا یک فیلم پخش کنید بر مخاطبینتون. روی فیلمتون کلیک میکنید، اون رو به بخش پریویو میبرید و بعدش اون رو به کمک ترانزیشن به صفحه اصلی منتقل میکنید. توی اینجا حتما در نظر داشته باشید که شما باید صدای میکروفون رو قطع کنید. تا زمانی که فیلم شما داره پخش میشه صدای پشت یعنی صدای شما دیگه به گوش نرسه. بنابراین صدای میکروفون رو قطع کنید حتما و صدای فیلم رو فعال کنید تا فیلم شما صداش پخش بشه. به این ترتیب شما میتونید که همزمان که دارین لایوتون رو برگزار میکنید توی پلتفرم چیدمان‌های مختلف رو بنا به زمان مناسب خودش انتخاب کنید و نمایش بدین. و یاد گرفتین که چطوری تنظیمات لازم برای برگزاری یک لایو رو توی ویمیکس ایجاد کنید و بعد اون رو به پلتفرم خودتون منتقل کنید و لایو رو اجرا کنید.